سلام، من سهیلا هستم از پیج سهیلا کیک و امروز میخوایم با هم پفته‌ترین کیک صبحانه رو درست کنیم. یک کیک فوق‌العاده خوشبافت و لطیف هستش. فقط بافت این کیک رو ببین. بریم که با هم درستش کنیم. ابتدا تخم مرغ‌ها، وانیل و شکر رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و با دور تند همزن به مدت 7 دقیقه بزنید تا کاملا کرمی و کشدار و هجین بشه. حین کار حتما دورگیری انجام بدید. حالا روغن مایه رو اضافه کنید، 1 دقیقه هم بزنید. شیر رو اضافه کنید، 1 دقیقه دوباره هم بزنید. در انتها عسل رو اضافه کنید و دوباره 1 دقیقه هم بزنید و حالا مخلوط همه مواد خوش رو میتونید یک جا اضافه کنید. با کندترین دور همزن به مدت 10 ثانیه بزنید و باقی مانده مواد رو با لیستک به آرومی فولد کنید. داخل قالب مورد نظر بریزید و با یک چاقوی چرب شده از وسط خط بندازید و با بادوم تزیین کنید و توی فر 180 درجه به مدت 40 تا 45 دقیقه اجازه پخت بدید. امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید.